چرا با عاشورا مخالفت کردند و مخالفت میکنند؟ ملازم بودن با امام معصوم علیه السلام بدین معناست که امام را دوست بداریم، مودت امام را داشته باشیم. این محبت و مودت بروزی داره، یعنی انسان باید محبت قلبی خودش رو آشکار بکنه. این عزاداری ها، ایام عاشورا، حرکت اربعین، اینها اظهار کردن اون محبت و مودتی. دشمن از عاشورا سیلی خورد. عاشورا چه نقشی در زندگی انسانها دارد؟ عاشورا چه نقشی در تاریخ اسلام داشته است؟ چرا با عاشورا مخالفت کردند و مخالفت میکنند؟ به خاطر اینکه عاشورا اظهار محبت است، تبلیغ دین است، تبلیغ علت مبقیه اسلام است و اینها میخوان که این عمود خیمه برداشته بشه و این خیمه واژگون بشود. عاشورا رو بردارن، اربعین رو بردارن، قدیر رو بردارن، دهه فاطمیه رو بردارن، دهه مهدویه رو بردارن، این عمود خیمه برداشته بشه و خیمه تخریب بشه. این خواست دشمنان اسلام است. این عزاداری ها، ایام عاشورا، ایام اربعین، اظهار کردن محبت و مودت.